سلام دوستان، امروز اومدیم به یک استخر در آمریکا برای کار تعمیرات. گفتم یه چند دقیقه فیلم بگیرم ببینم شاید کسانی که در ایران به این کار مشغولن به دردشون بخوره. سه تا استخر، یک استخر معمولیه، یه استخر آب داغه و یک جکوزی، اینجا بهش میگن هات تاب. خب بریم موتورخونه‌ش هم ببینیم که مشکل توی موتورخونه است ظاهرا. موتورخونه خب استخر آب نمکه، همونطور که میبینید سیستماش کاملا اتوماتیکه و به جای کلور از نمک استفاده میکنه. این سلولای نمکشه، نمک رو تبدیل به کلور میکنه. فیلتراش از نوع ماسه‌ایه، دو تا فیلتر اینجا داره، یک فیلتر اینجا، پمپش کنترل الکترونیکه، یعنی سرعتاش تنظیم میشه، همچنین ساعت کارش هم میشه تنظیم کرد. این هیترهای آبگرمکنای استخره از نوع بدون مخزن سریعه، یعنی اینا مبدل داخلشه، آب استخر میاد و در میگرده و گرم میشه. قابل توجه دوستانی که آبگرمکن معمولی استفاده میکنن که کار بسیار اشتباهیه. خب اینم یه دونه دیگهش. اینا مال جکوزیه و این قسمت مشکل داره که این سیستم پرکن استخره، این سیستم پرکن اتوماتیک استخره یه تعداد سنسور داره که سطح آب رو میسنجه و کم و کسرش رو با این شیر برقی ها جبران میکنه. مشکل اینجاست، یکیش کار نمیکنه. این چیز مهمیه در آمریکا، یک شیر کنترله که نمیگذاره آب استخر به هیچ عنوان وارد سیستم آب شهر بشه. حالا روی این خیلی حساسن، همیشه میان اینو با بازدید سالانه بشه و تایید بشه. حالا یه چیزی مثل شیر یک طرفه، ولی این چیز نیست. اگر از این طرف آب وارد سیستم بشه از اینجا اتوماتیک تخلیهش میکنه. چش خوبه، این سنسورهای آبه و بریم مشغول چی. تشکر، انشالله به درتون خورده باشه.